اینجا که حرم که داشته توسعه پیدا می‌کرده، خب زمین‌های اطرافش باید خریداری می‌شده. همه زمینا رو خریدن الا یه خونه. میگه نمی‌فروشن. میگن آقا ما به قیمت می‌خریم، نمی‌خوای بیشتر می‌خریم. ما می‌خوایم سهم رو توسعه بدیم، نمیشه که همه جا رو بگیریم یه دونه این وسط بمونه. بالاخره راضی می‌کنیم. میگه نمی‌فروشن. الا و بلا نمی‌فروشن. ای بابا. یا مسئولین حرم ناامید برمیگردن. 6 ماه بعد دقیقاً میان آقا پیش این مسئول توسعه حرم میگن یه پیرمرد داغونی اومده دم در این اداره دنبال شما و میگه من الا و بلا باید ایشونو ببینم. میگه بفرستینش بیاد بالا. میاد بالا میبینه همون پیرمرده کلید اون خونه رو میذاره روی میز جلوی این آقا. گفت من دست فروشم. خب یه نگاه به خونه کردم. گفتم این خونه ای نیست که من بدم به حسین. 6 ماه باید بساط کنم یه دستی سر روی این بکشم. نه. دست کشیدم الان گچکاریاش درست شده، خرابیاشو گرفتم. این کلید خراب کردینم کردین. من خونه رو سالم تحویل حسین دادم.